یادآوری کرد و بعضی نوروزی‌های خودش نسبت به تاجیکستان چی پاسخ داره؟ تشکر. ریت‌هایی که ما گذراندیم فعالیت ما هستیم. ما باید ریت زبان دستگیر کنیم. این هم یک نوبتی باید پیشگیری از خانشکنی بود. فقط ماست. 14 نفر ماست است کشیدیم. 14 نفر ماست در حالت ماست موندن. 14 نفر فقط ماست. حالا 60 نفر با به حجت‌های رانندگی چین است. 46 نفر با حالت 36 به اجازت خوندن نقلیات و غیره و غیره. این یعنی که خانشکنی که نیویت زیاد بشود اون که ایست میکنیم بدون بگذاریم برای پیش بزنیم و نتیجه دخواه به دست می‌آید و این از یک طرف پیشگیری می‌شود غفلت می‌شود و مردم ایست میکنند که خانشکنی باید نکنیم. برای همین این از طرف دیگر نسبت مردم اگر خانشکنی نیست نسبت مردم توی دستورها پیش از گراندن ریت‌ها این مناسبت مشخص و نسبت مردم هنگامی گذراندن ریت‌ها نهایت مشابه هنگامی گذراندن ریت و خدمات روایده شخص روایده ما به صورت امنیت داخلی نظارت می‌برد که کارمندان ما نسبت مردم و خانشکنی شامل نشود. نسبت گروه تعلیم و اخلاق فرامت خود رو از شاوکت می‌ده. خودش فرامت در فرامت خودش مقصدش کنیست. یا که ما نسبتی ایجاب و سطح گفته باشیم که یک رسم و آیین طوری که باید جاری شود و یک رسم و آیین ملی ما که هم ارزش ملی ما است باید بوداریم معامله گفته باشیم اگر خفه شده باشد تو قضاوت کنید. و یک سطر ایجاب گفتن اگر اونم خودش افراط گرا شود رفته زن فرزند پدر و مادر خویش طبق پرتوسته رفته در دیگر گروه رفته جنگ چی معلوم دارد خوب باید تا چی درجه باید سبب رفتنش به همین می‌رسد. دیگه من یک روز سببش نفهمم. لیکن ما فروی اپراتیو پرافیلاکتیکی پیش می‌بردیم و خیلی ما وقتی که اذیت روحی روانی و مقامات درست نامد بعضا حالتو چندین مراتب بود که از ایران گرفتی و چندین مراتب درست سنجش کرده خودی او ایست میکرد که عاقبتش با خوبی نمی‌دارد ما از مقامات رو دور بودیم برای همین رفته شروع شدن و برای همین هیچ یکم دیگه سوال ندارد. بعضی سوالای نوازدون بعضی سوالایی که پیشی که ما گذراندیم بعضا از شخصی پیسندشی روحی روانی و مقامات خاموش شدن و در سوالای خیلی توضیح کردیم از شخصی از چون شخصان تصادفی و یکی از شخصان تصادفی فکر میکنم در سوالای خاموش شدن سمون کردیم اذیت روحی روانی موافق نمی‌آمد با مقامات با چندین سنجشو با نسبتش اون منبر دیدیم که اون دست اذیت سلمی عقل روحی روانی درست نیست